ایزد خدایوف داور درجه جمهوریوی مرحله نهایی وزن تا 66 کیلو را حکمی میکند. امامعلی نورعلی در تالار ورزشی پرویز صابرов مشق می‌ورزد تحت رهبری فاروق صابرов، ورزشگری که یگان ناکامی ندارد در این میدان. خیلی با حریفان پرقوت خود هم ظفر یافت. پیروز ملی بایزاده شاگردی رزق‌الدین رجبов، یک مربی صاحب نام جودای کشور، اصلا زاده ناحیه خراسان، در خصوص مهارتش قبلا هم در سبقت‌های مقدماتی حرف زدیم. به شرایط مشکل و وزنی دهات اویلی نگاه نکرده از یک منطقه کشور تا به مرحله های حساس و جالب و تقدیرسازی وزن تا 66 کیلو راه یافته است. بسیار هم حرکت خوب را اینجا شروع کرد. به حلوق بیرون توجه نمود، کامیاب نشد. امسال باری دوم هم با بهرام صوفیوف در همین وزن روبرو شدند و دو بار یک چهره خیلی شناخته هم جودو و هم گوشین ملی منطقه کولا بهرام صوفیوف را دچار شکست کرد. این دیگر بار از آن دلالت میکند که پیروز ملی بایزاده واقعا جوان است، 21 سال دارد و آیندهش هم درخشان است. این گفته ها در مسابقه جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 5 اکتبر سال پار اثبات دیگر باره خود را پیدا کرده بود. امامعلی نورعلی هم بسیار جرأت کرد. با توجه امامعلی نورعلی حالا هر یک حرکت را انجام میدهد. به ملی بایزاده داور شیدا داد. خیلی نیروسنجی شدید. پهلوانان نامور کشور هم ابوبکر شیرов، هم سید ابرارov، بهرام صوفیوف، فرخ حلیمov، چندین نفران دیگر در همین وزن به مرحله نهایی راه نیافتند. این سال کاملا دیگر چهره ها. امامعلی نورعلی راستی باری اول است که در مقابل پهلوانان باز هم وزنشان تا 66 کیلو در میان بزرگسالان در مرحله نهایی شرکت میکنند، مخصوصا در چمپیونات جودوی مملکت. این برایش هم موفقیت و هم دستاورد به حساب می رود. نوابسته از نتیجه مرحله نهایی. اکنون در مسابقه های بعدی هر دو این چهره دعوت خواهند شد. سگانه بهترین هر یک وزن.
پیروز در سمت مبارزه کناری راست اندک پسیوی میکند. حرکت های دیگر و غیریادی هم دارد. در مبارزه مقابل بهرام صوفیوف چی کار را انجام داده؟ یک چرخش خیلی غیریادی را در وقتی اساسی غالب معین نگشت. اکنون پهلوانان برای امتیاز طلایی تلاش خواهند کرد. امامعلی نورعلی جوانی سفید پشت، قامتش اندک بلندتر است. حرکت هایش هم در دقیقه اول و سوم خوب بودند. سپس فیروز هم اندک افضلی مهارت خود را 1 و 2 3 امکان پذیر بود. امکان پذیر بود برای دریافت امتیاز طلایی. یگان اشاره نیست. فیروز اندک عقب نشینی دارد. علیکه شیدو گرفت. پهلوان سفیدپوش بسیار جرأت کرد. از اشتباه، از نقصی که به میان میاد خوب میخواهد استفاده کند. با کدام سمت حرکت کردنش رو نمیدوند. نه، این حالتی بود که دیگر باره اکنون برای امامعلی نورعلی فرصت خوب فراهم می شود. به هر دو شید و داد داور. پیروز هم بسیار از جهت تکتیکی جوانی با استعداد است. حالا امکانیت رو برای دریافت فرصت مناسب امتیاز وزری اندک فراهم ساخت، اما کار رنگی دیگر گرفت. امامعلی نورعلی از این حالت رها یافت. هر دو شبهه دارند. در حراسند، حرکت های تیز رو اینجا انجام نمیدهند. بسیار هم باز از جانب فیروز یک حرکت دیگر خوب انجام داده شد. دومین کوشش فیروز رو ما دیدیم در دقیقه سیوم وقت لواگی. مبارزه همانا ادامه می‌یابد. امامعلی نورعلی در داشتن دست چپ رقیب باید که به سهلنگاری راه ندهد. اینجا حرکت دیگره، من فکر میکنم کار کاملا دیگر شد. کوشش امامعلی نورعلی از این تن و بعداً فیروز ملی بایزاده پرتافت به کنار چپ انجام داد.
эмомалӣ нуралӣ дар рафти мубориза дар марҳилаи ниҳоӣ дар ба даст овардани имтиёзи тиллоӣ руҷӯъ кард, таваҷҷӯҳ намуд. аз хастаҳолӣ Фирӯз хуб истифода кард. ва партофташ ипон баҳогузорӣ шуд.